با سلام و درود خدمت همراهان کانال کلید موفقیت. زبان، این جانور زندانی شده در قفس دهان، اگر رام شده باشد میتواند با یک کلمه انسانی را به عرش ببرد و اگر رام نشده باشد با یک کلمه انسانی را به خاک ذلت میکشاند. اگر این عضو عضلانی نیرومند نسنجیده در دهان بچرخد و واژگان را به هم ببافد و نثار شنونده کند، چه خواهد شد؟ پائولو کوئلو میگه از میان تمام سلاح‌هایی که بشر ساخته، وحشتناکترین و قدرتمندترین آنها کلمات بوده. خنجرها و نیزه‌ها رد خون به جای میذارن. تیرکمان‌ها را میتوان از فاصله دور دید. رد پای سموم را میتوان شناسایی کرد و آنها را زدود. اما این کلمات هستند که نابود میکنن و در ظاهر هیچ اثری به جای نمیذارن. توی این ویدیو قراره به شرح جملات خطرناکی بپردازیم که افراد باهوش هرگز در محل کارشون استفاده نمی‌کنن. پس تا آخر این ویدیو همراه ما باشید. جمله اول: روال کار همیشه همین بوده. گفتن این جمله که روال کار همیشه همین بوده نه تنها باعث میشه شما تنبل و تغییر ناپذیر به نظر برسید، بلکه باعث میشه رئیس شما به این فکر بیفته که چرا شما از جانب خودتون به فکر بهبود روال کار نبودید. اگه واقعا کاری رو طبق روال همیشگی اون انجام میدید، پس قطعا راههای بهتری برای انجام اون کار وجود داره. اما این شما هستید که در برابر تغییر مقاومت نشون میدید. جمله بعدی جمله تقصیر من نیست. لحظه‌ای که انگشت اتهام به سوی کسی دراز می‌کنید، لحظه‌ای که دیگران در می‌یابند که شما فردی هستید که مسئولیت کارهاشو به عهده نمی‌گیره. این رفتار شما دیگران رو آزرده می‌کنه. بعضی از افراد کلاً از کار کردن با شما منصرف میشن و دیگران وقتی اشتباهی رخ داد، اول از همه شما را مقصر خواهند دانست. جمله سوم جمله نمیتوانم. از ویژگی‌های افراد باهوش اینه که نمیتوانم رو با کاری که میتونن انجام بدن جایگزین میکنن. برای نمونه به جای من امشب نمیتونم تا دیر وقت بمونم میگن فردا صبح زود میتونم بیام، خوبه؟ به جای من نمیتونم این محاسبات رو انجام بدم میگن من هنوز نمیدونم چجوری این محاسبه رو انجام بدم. کسی هست به من یاد بده تا دفعه بعدی خودم انجامش بدم؟ جمله بعدی جمله سعی میکنمه. سعی کردنم درست مثل فکر کردن آزمایشی به نظر میاد و حاکی از اونه که شما به توانایی هاتون برای انجام کاری اعتماد ندارید. اگر از شما خواستن کاری را انجام بدید، یا متعهد به انجام اون کار بشید و یا اگر نمیتوانید یه راه حلی پیشنهاد کنید، اما نگید سعی میکنم انجامش بدم، چون با گفتن این حرف انگار قرار نیست خیلی هم تلاش کنید. جمله بعدی جمله فقط 1 دقیقه طول میکشه است. گفتن این که کاری فقط 1 دقیقه طول میکشه مهارت‌های شما رو زیر سوال میبره و اینطور به نظر میرسه که میخواید با عجله و شتاب یک کاری رو انجام بدید. اگر واقعا احساس میکنید که میتونید کاری رو ظرف 60 ثانیه تمام کنید، پس راحت باشید و بگویید که انجامش زمان زیادی نمیبره، اما جوری نگید که تصور بشه کار محول شده رو با عجله و بی‌دقت انجام داد. جمله بعدی که خیلی هم مهمه جمله از این کار متنفرم هست. آخرین چیزی که ممکنه دیگران در محل کار از شما بشنون اینه که بگید چقدر کارتون متنفرید. با این کار برچسب یک آدم منفی رو به شما میزنن و شما باعث میشید روحیه جمعی پایین بیاد. چشمان تیزبین رؤسا هم همیشه مراقب آدم‌های منفی بافیه که روحیه دیگران رو خراب میکنن. ناگفته نمونه که این رؤسا خوب میدونن که همیشه جایگزین‌های مشتاق و قدردانی هستند که به جای این افراد منفی بنشینند. نتیجه به کار بردن این جملات خوشایند نخواهد بود و شما بدون شک غافلگیر خواهید شد. پس همیشه مراقب گفته هاتون توی محل کار باشید. اگه شما جز افرادی هستید که دائما توی محیط کار احساس خستگی و کرخی بهتون دست میده، حتما بهتون توصیه میکنم که ویدیوی 7 دلیل خستگی مداوم توی محیط کار رو از کانال ما تماشا کنید.